لب خط روشن با تشریف سر ضرب توپش رو ارسال میکنه، ضربه سر ادین ها و توپی که از کنار دروازه به بیرون میره. حالا یه فرصت برای ادین ها، ضربه رو میزنه و توپی که به دیره که دروازه برخورد میکنه. عجب شوتی زد ادین ها به این شکل. ببینید با پای چپ یه شوت استثنایی زد. حسین خانی ضربش رو میزنه از همونجا و توپی که چیزی نمونده بود غافلگیر کنه دروازه‌بان تراکتور سازی رو. طبق قانون 50% استادیوم در اختیار تیم مصر و 50% در اختیار تیم تراکتور سازی قرار گرفته بود، اما بنابراین بوده که اگه تراکتوریان نتونن اجازه بده ببینیم تکلیف این توپ چه میشه. انصاری فرد تک و تنها اونجا ضربش رو میزنه و گل. دروازه مثل کرمان باز میشه. سعید دقیقی اینجا ببینید دو مدافع رو با یه حرکت جا گذاشت، باز هم عبور کرد از علیرضا ابراهیمی که تعادل خودش رو از دست داد. کوتاه برای دقیقی و یه جورایی توپ برخورد کرد به پای دقیقی و به بیرون رفت. میخوام به داخل دروازه رفت. اینجا هر چقدر هم سیف پناهی تلاش کرد نتونست مانع از ورود توپ به دروازه بشه. حسن زاده فرصت برای ادین ها، توپش بلوکه میشه. حسین خانی یه بار دیگه ضربه حسین خانی که از بالای دروازه به بیرون میره. خطرناک و به نظر می اومد که توپ با برخورد به دست حامد لک به بیرون رفت. توپش رو ارسال میکنه. فرصت برای ادین ها و ضربه سر این بازیکن به بیرون میره. حسین خانی حالا شجاعی یه بار دیگه فرصت برای حسن زاده بود که این بازیکن چپ با عجب توپی رو خراب کرد. اشتباه شیخ رضایی از اون اشتباههای معروف خودش که یه بار دیگه انجام میده. حالا کریم انصاری فرد پا به توپ ضربش رو هم میزنه و توپی که از کنار دروازه به بیرون میره. همه چشم ها دوخته شده به داور مسابقه و تمام قهرمانی تراکتور سازی در جام حذفی ایران، قهرمانی که در حضور هواداران پرتعداد مثل کرمان و همچنین هوادارانی که